مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. مادرم 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 مادرم. تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری درگاهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم. با دو چشمی خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان ما. امروز در 8 مارس در عید بین المللی زن بانوان در دهه آهلیک اولین تبریک خود را آغاز کردیم. سعادت خاله را تبریک میگوییم در خانواده بگیرمک از نام فرزندان که در مسافرت هستند. با برکه از نام بهادرکه، سروین آزایتی، سبین آیتی، کلین پاشاها، دلاورایتی و دلارایتی تبریک میگویم. آن لحظه های خورسندی را همراهی شمایان با هم میبینیم. تیار باشید تا اگر رفتیم کنی سر میکنیم. السلام علیکم پدران مادران عزیز، مهمانان عالی قدر، مهمانان خانواده بگیرمک، همه شمایان را و امروز روز خورسندی خوش آمدیتان میگویم. من امروز در این خاندان زیبا در تمام روی دنیا، البته عید بین المللی زن بانوان مادران را جشن گرفته ایستادیم. ما خواستیم در این روز خورسندی سعادت خاله را در جشن عید بانوان تبریک گوییم. یک تا برایشان قرصک میزنیم، به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا.
سعادت خاله نزدیکتر میستیم. السلام علیکم. امروز عید مادران است. هر روز مادر که صحت سلامت است برای فرزند آن همان روز بیرام است و عید است. من در نزدیکی از سفر برگشتید، فرزندان گفتند که مادر ما، پدر ما مهنت میکنند، زحمت میکشند، مهنت های حلالشان کردی ما آن به وای رساندند، کلان کردند. من حاضرم مهنت کرده در سفرها میگردند. بودنشان برای ما وقت است و سعادت است. دوست می‌داریم شان ناز می‌بینیم. امروز عید مادران است. نیتی ما را، سخنهای ما را، دوست می داشتنی ما را برای مادر جانمان رسانید. امروز شما تبریک میگویم از نام بابورکه، از نام بهادرکه، سربینا زایتی، سبینایتی در خدمت شما شب و روز تیار هستند. از نام کلین پاشاها که همچو دختر هستند برای شما، از نام دلآورایتی، دلارایتی تبریک میگویم. نیت‌های نکو را برایتان میرسانیم. برایشان گویید که گل خاندان ما هستند. صحتمندی، سربلندی هیچ وقت ترک نسازد مادرم. زیبایی خاندان ما برایشان رسانید که نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم. قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. من ز لطفی به کناری تا رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی ای دیده هایم مادرم. الله‌های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی با بقایم مادرم. بر قدی خم گشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبح و صفایم مادرم. مادر عزیز روز خرسندی امروزه عید را مبارک باد میگویم. مانند همین دسته گل همیشه شکوفان شده، زیب این خیلی دسترخوان ها شده، هیچ وقت کسل نشوید گفته. در قلسک میزنیم گل دسته را میسپاریم. مبارک باشد، مبارک باشد. سعادت خاله حاضر همراهی فرزندان صحبت کردیم. برای ما گفتن که این زندگی وقت بوده است برای انسانیت که از همه گنجینه بی‌بهاترین سلامتی است، وقت است و عمر است. همه از خدا میپرسیدم سال وقتی مادرم را نگه دارد. هر بار در مسافرت میگردند، صحبت میکنم، همراهی تلفن گپ میزنیم، میبینم که الکی پیری آهسته آهسته قدم های خود را در آن چهره پرنورشان مانده ایستاده است. از مادر جانم پرسید که از این روز فقط برای خودشان زندگی کنند، همراه پدرم عمری دراز نصیب کنند، حاجیانم و حاجی بابا شوند، خوش و خوشبخت شده، صحت سلامت شده زندگی کنند، چرا که آن کس گنجینه ما هستند، زر و زیور خاندان ما هستند. امروز از نام دختران نازنین، از نام دامادها یک تا توفه ها رو میسپاریم برای شما. البته انگشترین طلا تیار کردیم، حتی قرصک میزنیم، انگشترین طلا را برایشان میسپاریم. مبارک باشد. از نام کلین ها، از نام پسران برای شما گوشوارهای طلا مبارک باشد. سعادت خاله گذشته باشدم، زادروزتان مبارک. من امروز مهمانان عزیز، مهمانان امروز روز خرسندی است، بزم زیباست. البته سعادت خاله من امروز 8 مارس اولین روزهای بهار، همین بگیرمک برای ما تاقا میشونده، برای شما گلدسته توفه میکردن نمی میکردن یا درونش پر پول بود می. همین گلدسته از نام بگیرمک برای شما تیار کردیم، خودشان میسپارند در روز 8 مارس. یک خرسک بلند زنیم برایشان. مبارک باشد، جانشون میستید. مبارک باشد، روز خرسندی مبارک. البته امروز سعادت خاله بهادرکه هم زادروزشونه در روز 8 مارس برای شما تحفه شدگی از طرف خداوند از همان نعمتی بی‌بهاترین فرزند. بهادرکه کنی خودشون خوش برای بگیرمک نیست توفه ها هست، برای بگیرمک توفه ها را میسپاریم. انگشترین طلا از نام فرزندانشان با یک قرصک زنه مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک مبارک.
خورسندی را مبارکباد میگوییم. برادرک امروز شما را از نام برادرتان، از نام بابرکه صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. همیشه صحتمند و سربلند باشید. از نام خواهران عزیز، از نام سروین زایتی، سبینایتی، ینگا پاشاها شما را تبریک میگویم. بگذار بابرکه را در جشن زادروز همیشه صحتمند سربلند باشید. امروز روز خورسندی است. میگویند چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. امروز روز خورسندی مبارک. حاضر یکتا شرکت مادرجان در روز عیدشان، در روز خورسندیشان. تمام امروز مهمانان، زنبانوان و آن نفرانی که ما را تماشا میکنند تبریک میگوید. مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. اجازه فرمایید من شخصا از نام خودم از نام اهل اولاد شما رو با این روز 8 مارس مادرم رو اینجا مادر کلام داشتم هم باهاتون تبریک میکنم. چی نیت داره نیتاتون برسه. همه وقت روی درس خونتون نقیق شد باشه. اومگیتون پیامبر تعظیم رحمت هم باهاتون bayramتون که تبریک میکنم. از درولای هزار رحمت. تشکر. حاضر برای شما نیز برادرکه تحفه ها داریم. از نام همین خواهران، برادر، خواهران عزیز، کتابی از همه قیمت بهاترین که برای شما آماده کردیم، کتاب قرآن کریم را. البته امروز من همین فرزندان عزیز برایتان میسپارم با یک قرصکای صمیمانه شما مبارک باشد. البته احتیاط کنید، جلو برایتون گیرید، یک جای بالا با احتیاط کنید. مبارک باشد. و البته این خیر روز خورسندی را به شیرینی به تارتا تصور کرده نمی شود. امروز برای تمام صاحب جشن ها، تمام برای مادران، البته شیرینی را از قصر اویستا تیار کرده بودیم. بگیرم مقدور نرفته استادیو نشان با شما صاحب خاندان، البته پادشاه انمی فرزندان هستید. برایشان امروز شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است. من اگر خوبم دایت پشت دنیای من. مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. خانه روشن می شود ماه دلم، هرچه می خواهد دلم همه خونه چجوری در دلم جا می شود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی، دلیل زنده بودنم. مادر همه جان تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی، دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر سخنهای دل تنهای من. مبارک باشد. آدمی کنم مادرم جای خودششم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخوایی بگو من میگویم تو. تنم شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی، دلیل زنده بودنم، به موی تو قسم تویی،
مبارک باشد. سلامت خالم، عید مبارک، 8 مارت مبارک باشد. گل شکوفان شده گردید. امروز روز خورسندی را مبارکباد میگم تا تمامی زن بانوان را. البته امروز سعادت خاله را نیز تبریک میگوید خواهر عزیز را. مرحمت. خوش آمدیدتون در دایم مقیم و هماتون. السلام علیکم مهمانهای گرامی. نور دیدن سر میکنیم. چقدر شما خواهری من حرمت کرده آمدیدتون. رحمتی کلان هماتون بر. الهیم همین اوکیمان خوشینش که خوشپیر شود. این روزای گندم هم خیلی گذرد. خدا چقدر عمر داده باشد همین عمر بیند. همه جان جانان در این خاندان، همه فیض احسان در این خاندان. بزاد روزی سادت و کجانم آمدم، بابور بهادر آمدم. همه از دل جان در این خاندان. خوش آمدیدتون مهمانای کرامی. بابور بهادر فیروز مهرنگیز هماتون به ساق سلامتی میخواهم. تینجی میخواهم گیجو باشیدتون، ساق باشیدتون بچه کم. امین. هزار رحمت. تشکر میگیم. مبارک باشد. البته از کلان سالان سیفی امک. مرحمت. میهمانان اکرامی، من امروز روز 8 مارت من یکم مرتب تبریک میکنم مادران، خواهران، دختران. دوم مرتب تبریک میکنم روز امروز بدولایت نزدینش بوده است. زنش که قشقری میشکده سال سلامت پیری بدولت شود، نیورانوک ایورانوک چیورانوک شود، هیچ خوریت نبینن. من همچه هموتون اندشتگوتون به رحمت که جان باشیدون، ساق سلامت باشیدون، روزارتون که تینج باشد، خدا کمتین و غمنتین. فقط روزای نغزتون بشینم دوربا بودگی و ساق سلامت کارشون نکده، خانگشون به پیش فرزندگاشون به پیش زناشون درازده بیان. صناعت خاله، bayramتان مبارک باشد. روزی خورسندی را مبارک باد میگوییم. البته خواستم در روزی 8 مارت برای شما امروز مادرجان عزیز سعادت خاله گلدسته را تقدیم سازند. مبارک باشد. با دو چشم خیربین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. موج مویها این سفیدت از سفیدی ای دل است، با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. شما علمی خاندان سر و برش دعاگوی از مصلحتچی خواهران هستید. هیچ وقت خسته نباشید، همیشه شکوفا شده گردید. امروز عید بین المللی زن بانوان مادران رو مبارک باد میگیم. مبارک باشد. دلوبرایتی کلین خاندان. مرحمت. السلام علیکم. خوش آمده. بیمنام ساق سلامت گردن سلام با ملامکون که خوش پیر شما. همه زنهای با روز ایدی بانو تبریک میکنه. همه به ساق سلامتی عمری دراز. بیمنام که ملامکون خوش پیر شما. سلام با الهی سایه پوش. هزار رحمت. تشکر میگویم. سبینه میتی؟ مرحمت. تشکیلچی تبریکات ما ایدتان مبارک باشد. رئیس هشت نفر اساسی تو رئیس زاد رسول مبارک شود کریم که خوشبختی شود. سلامت ساق سلامت کرده. هزار رحمت. مرحبا. السلام علیکم. شما به همتون بگیم چی نیتون باشه نیتون برسیده در که خوشبختی شود. خدا چقدر عمر دادگی باشه همیشه عمر بینه. هیچ وقت درد و غم نبینه. سری ما با ساق سلامت گرده. این کم هم باشه جای مول ببینه. اکش من تبریک میکنم ینگمم که خوش پیر شوه. چی نیتون باشه نیتون برسه. خدا چقدر عمر دادگی باشه همیشه عمر بینه. هیچ وقت کسل نشوه. سری ما با ساق باشه. شما هسته رحمت شما بایم.
رحمت هزار رحمت تشکر خیلی کنین از دانکش هم مغزش شیرین میگه نه؟ امینه بانو السلام علیکم آنا جان تبریک میکنم من آنا جان بابا تاقا جان تبریک میکنم گفتی کو نمیخوام من شد من شد رحمت تشکر خدا خدا تشکر که تبریک میکنن می یا رقصش که اثبات میکنن می خوش نباشد دعوت رو با رقص بازی دهیم رقص نمی خیلی نباشد یک تا رسم گیری کنیم فوتوسسی کنیم این لحظه ها رو به تاریخ مهر میسازیم و البته همراه خود به کتابی کلاوانی شهنام جای میکنیم ایدی با عنوان باری دیگر مبارک باشد میگیم مرحمت رحمتی کنم نجمی شد تو چه من بکنم من بیننده های عزیز امروز بزم زیبا را تبریکات 8 مارس رو با آخر رساندیم همراه شمایان با هم دیدیم مانند امروز و هر روز خوش و خوشبخت صحت سلامت همراهی ما باشد که ما این خیلی بزم های پر از احساسات پر از سورپرایز را همراه شمایان با هم میبینیم با ما باشید با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید رحمت رحمت کلام